استاک و سرویس‌های جانبی پتروشیمی ارغوان گستر ایلام به طور کامل از پتروشیمی ایلام تامین میشه. به این منظور 22 مسیر ارتباطی بین پتروشیمی ایلام و ارغوان گستر ایلام راه اندازی شده و با فعالیتی که امروز در راستای استیموت خط MP انجام شد، کلیه این 22 خط وارد سرویس شدن و عملیاتی شدن. یکی از سرویس‌های جانبی که ما از پتروشیمی ایلام دریافت می‌کنیم نیتروژن هست. منتها بعضی از مصرف کننده های نیتروژن ما فشار بالایی رو نیاز دارن. فشاری که ما از ایلام دریافت می‌کنیم 8 بار هست، ولی راکتور ما فشار حدود 40 بار رو نیاز داره. به خاطر همین از پکیج های کمپرسور نیتروژن استفاده می‌کنن برای فشار افزایی نیتروژن. امروز مکانیکال تست ران پکیج کمپرسور نیتروژن ما انجام شد و خوشبختانه با موفقیت یکی از کمپرسورهای ما در سرویس قرار گرفت و ما تونستیم فشار 40 بار رو برای نیتروژن تامین بکنیم. استاک‌هایی که ما از پتروشیمی ایلام دریافت می‌کنیم شامل پروپیلن، نیتروژن، هیدروژن و اتیلن هست که بعد از آماده سازی در واحد 400 ما اونها بایستی که به راکتور تزریق بشن. منتها به خاطر اینکه بعضی از مواد مضره در این خوراک وجود داره و برای کاتالیست مورد استفاده در راکتور ما زیانبار هستن، ما تو واحد 400 مجبور هستیم این سموم رو از خوراکامون جدا بکنیم. یکی از فعالیت‌های عمده‌ای که توی این بازه زمانی انجام شده شارژ کاتالیست ها و مولکولار سیب هایی هست که ما نیاز داریم برای جذب و حذف سموم از خوراکمون که خوشبختانه در 13 تا وسلی که در واحد 400 داشتیم این فرایند اخیراً انجام شده و تمام مولکولار سیب ها و کاتالیست های ما شارژ شدند. خوراک پروپیلن دریافتی از پتروشیمی ایلام از نوع کمیکال گرید با درجه خلوص 90 تا 92% حجمی پروپیلن می باشد. یکی از مهمترین واحدهای ارغوان گستر واحد خالص‌سازی پروپیلن هست که جداسازی پروپان و پروپیلن را انجام می دهد. جداسازی پروپان و پروپیلن به دلیل نقطه جوش نزدیک به هم بسیار مشکل است. این واحد با دارا بودن یک برج تقطیر به بلندی 65 متر و قطر 3 متر و با 180 سینی توانایی جداسازی پروپان و پروپیلن در ظرفیت 16 تن بر ساعت را دارد. تمامی فعالیت‌های نصب، پیشراه‌اندازی، راه‌اندازی و پرفورمنس تست این واحد در ابتدای سال 1403 به پایان رسید و با ورود خوراک عملیات خالص‌سازی با توناژ 15 تن در ساعت به صورت کامل انجام و 2 محصول، یکی پروپیلن با درجه خلوص 99 و 98% و دیگری پروپان با درجه خلوص 94% استحصال گردید. به دلیل مشکل تأمین خوراک و فراهم نمودن بستر لازم برای تکمیل سریعتر و ایمن‌تر سایر واحدها تصمیم گرفته شد که واحد 4600 موقتاً از سرویس خارج شود. این واحد هر روز آمادگی خود برای دریافت و خالص‌سازی خوراک را فریاد می‌زند.